ببتكر. بیش از 2 سال است که لی و خانواده‌اش فعالیت‌های وحشتناک ماورا و طبیعی را در خانه خود در انگلستان تجربه می‌کنند. اتفاقات ترسناک غیر قابل توضیح آنقدر مکرر شدند که در حال حاضر لی در کانال یوتیوب خود فقط این اتفاقات را بارگذاری می‌کند. در اینجا خلاصه ای از چند ویدیوی وحشتناک او را به نمایش گرفته ایم. و فعالیت‌ها تا کنون متوقف نشده است. اواخر یک شب بعد از اینکه لی روی تخت در اتاق نشیمن خواب بود، دوربین او بار دیگر چیزی را ضبط می‌کند. همه آن در حالی رخ می‌دهد که او در خواب عمیق فرو رفته است و از حوادث اطراف خود کاملاً بی‌خبر است. یک خرس عروسکی که در گوشه اتاق نشیمن قرار دارد با سرعت باور نکردنی پرتاب می شود. لی هنوز روی تخت خوابیده است و چیزی لحاف او را پایین می کشد. لی بعد از بررسی تصاویر دوربین می گوید که اصلا تصور نمی کرد که چنین اتفاقی برای او رخ دهد. شب دیگر در اتاق خواب وقتی لی و همسرش خواب بودند، دوربین دوباره چیزی را در 4 صبح ضبط می کند. چیزی کاملا عجیب و آزاردهنده. یک غبار شفاف و سفید مانند شکل در بالای زوج خوابیده از ظاهر می شود. سپس به آرامی به طور مرموزی ناپدید می شود، طوری که ظاهر شده بود. لی معتقد است که این یک شبحی بود که آنها را در حالت خواب تماشا می کرد. همان چیزی که در طول 2 سال باعث وحشتی این خانواده شده است.